سلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال شهناز میدیا. امروز ما تصمیم گرفتیم درباره یکی از قهرمان اساسی فیلمی هرگز رها نمیکنم درباره نوریه یعنی امینه گلشن براتون معلوماتی پورا پیشنهاد نماییم. به کانال شهناز میدیا ابونه شوید و گذاشتن لایک را فراموش نسازید. امینه گلشن هنرمند و مدل شناخته ترکیه بوده. 30 اپریل سال 1993 در شویتسیا به دنیا آمده است. قدش 178 سانتی متر، وزنش باشد 55 کیلوگرم می باشد. پدرش از عراق و مادرش باشد از ازمیر ترکیه می باشد. عائله امینه چندان کلان نیست. او، پدر و مادرش و برادرش زندگی می کنند. در اول عائله‌اش در ترکیه زندگی می کردند. پدرش بعد عائله دار شویش در گرانیتسا کار و دوام دادن می خواهد. از این رو پدرش بعد کنترکت بستن به شویتساریا با همراه عائله‌اش رفته زندگی می کنند. امینه و برادرش در همانجا به دنیا می آیند و آنها را پدر و مادرش خیلی خوب تربیت می کنند. چه خیلی که روزنامه ها قید کردن سالهای مکتب خانه این دختر زیبا در شویتسیا گذشته است. در اینجا وی مکتب بین المللی گتربورگ را ختم کرده است. امینه میگوید از کودکی میخواستم در هوا پرواز نمایم، برای همین آرزو میکردم استیواردس شوم. نوابسته پدر و مادر امینه در شویتسیا زندگی میکردند. آنها مدنیت و آیین‌های ترکی را همانجا پاس می داشتند. بین خود با زبان ترکی حرف می زدند و به فرزندان خود ترکی را می آموزاندند. وقتی که امینه 20 ساله می شود با مادرش به ترکیه شهر ازمیر برمی گردند تا من بعد اینجا زندگیشان را ادامه دهند. پدر و برادرش باشد برای کارهایشان در شویتسیا می مانند. موفقیت و کامیابی های امینه بعد اشتراک در کنکورس میس ترکیه که سال 2014 برگزار گردیده بود به دست آمده است. بعد آن راه می‌یابد به کنکورس میس میره. امینه هیچگاه آرزوی مدل شدن و یا هنرمند شدن را نمی‌کرد. یکمین سلسله فیلمی که در آن امینه نقش آفریده است این فیلم هرگز رها نمی‌کنم است که به نوارگیری این فیلم از سال 2015 تا سال 2016 ادامه یافته است. در این فیلم امینه در نقش نوریه که بعد وفات پدرش با عمه‌اش به استانبول می‌کوچند نقش آفریده است. بعد نقش آفری در این فیلم امینه در خود مسئله هنرمندی مشهور شدن را قرار می‌برد. سال 2017 امینه را باز در یک سلسله فیلم دیگر دعوت می‌نمایند. وقتهای خالیگی خود را با گرفتن عکس ها می گذراند. امینه در کوچه های استانبول با صورتگیرک رفته عکس گرفتن را آغاز می کند. در صفحه اینستاگرام خود همیشه برای مخلصان خود عکس های نو می گذارد. اینچنین در وقتهای خالیگی خود کتابخوانی را خیلی زیاد دوست می دارد. خیلی که منبع ها می گویند دوست داشتن دختر کسی را بسیار مشکل است. برای همین دل این دخترک را به دست آوردن بسیار مشکل است. امینه درباره حیات خود گپ زدن را دوست نمی دارد. وی بسیار جوان است. چه خیلی که روزنامه ها قید کردند حاضر این اکتریسه بسیار کار می کند که یک آرزوی خود را عملی نماید که این آرزویش خانه شخصی خود را داشتن است. گپ است که این دخترک با فوتبال باز مسعود اوزیل علاقه دارد. دوستانی عزیز، تا امروز درباره کدام هنرمندی که ما حرف زدیم آنها در سامانه اینستاگرام صفحه شخصی خود را دارند. اگر شما میخواهید معلومات بیشتری درباره این هنرمند پیدا نمایید پس میتوانید در سامانه اینستاگرام این نفر در صفحه شخصی او ابونه شوید. درباره محیط عائلوی و درباره کار و فعالیت هنرمندیش معلومات دسترس نمایید.